عربا از این مرد ایرانی جیگرشون خونه. دوباره شورای همکاری خلیج فارس برای ادعای جعلی خودش پافشاری کرد. جزایر سه‌گانه برای امارات متحده است، نه ایران. حتی تهدید کرده که پرونده ایران رو به دادگاه بین‌المللی میبره. اما میدونی چرا همیشه امارات تو دادگاه‌های بین‌المللی بازنده است؟ چون امیرعباس هویدا از ته قبرم به دادمون رسیده. بیش از 40 سال از درگذشت این مرد بزرگ میگذره، اما ایران همچنان از درایت و تصمیماتش بهره منده. هویدا خیلی سال پیش کاری با عربا کرد که ایرانی سرشو بالا بگیره. قبل از اینکه انگلیسی‌ها خاک امارات رو ترک کنن، نیروهای ایرانی رو به جزایر سه‌گانه فرستاد. این اقدام در مجلس ملی و سازمان ملل به صورت رسمی اعلام شد. هویدا به خوبی میدونست که اگه امارات نوپا استقلال پیدا کنه و بعد ایران جزایر رو تصرف کنه، به عنوان کشور اشغالگر شناخته میشه. به همین دلیل او پیش از استقلال امارات این جزایر رو تصرف کرد. امروز امارات میدونه که حاکمیت ایران بر این جزایر قانونیه و هویدا، مردی که تاریخ در مورد اون قضاوت خواهد کرد، کسی بود که دهن عربا رو بست. اگه به تاریخ خود افتخار میکنید این پست رو لایک کنید و بنویسید درود بر هویدا، و اگر به تاریخ ایران علاقه دارید پیج حقایق باستان رو فالو کنید.